ما هم یه روزی زنده بودیم. شما که زنده این، زندگی کنید، خیلی خوش بگذرونید و سعی کنید تا جایی که میتونید خوب باشید. بسیار چون عالی. یه روزی مثل ما نخواهید بود. میگه به نوبتند ملوکن در این سرای سپنج، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل بکوش. ما انقدر برای اون نیامده جون میکنیم آفرین که این حاله رو داریم از دست میدیم. آفرین. آره قبلا واقعا این که میگفتن به هم میرسیدن میگفتن حالت چطوره، منظور احوال نبود، منظور حاله بود. حاله بود. الان چطوره؟ خوشبختی رو باید زندگی کرد و وقتی زندگی بشه من با تمام پوست و خونم درکش میکنم. دیگه نیاز نیست دائم فریادش بزنم. اتفاقا اون جاهایی که ما داریم خیلی چیزا رو فریاد میزنیم باید به بودن شک بکنیم. حتما نیست که داریم آرزوش میکنیم، اگر باشه زندگیش میکنیم. آفرین آفرین.